دلم آش رشته خواست، برای همین دست به کار شدم. خواستم رشته آش رو خودم درست کنم به جای اینکه از سوپرمارکت تهیه بکنم. برای همین آرد رو با نمک مخلوط کردم و داخل کاسه گودش کردم و با آب ولرم به صورت خمیر در آوردم و با زمان طولانی اون رو ورز دادم تا به صورت خمیر یک دستی درست بشه و آماده برش زدن. یادم اون موقع که ما بچه بودیم مادرم خانومی دعوت می‌کردم به اسم ننه زینب. این خانم همیشه بسیار البته خوشرو بودن و همیشه موهای قرمز بافته شده‌ای داشتن که به دو طرف سرشونه هاشون آویزون بود گیس‌های موهاش. با دستگاهی که با همراه خودشون می آوردن خمیر آماده رو اول با یک طرف دستگاه پهن می‌کردن و با طرف دیگه برش می‌زدن و به صورت رشته آش یا پلو تبدیل می‌کردن و مادرم اونا رو رشته هایی که آماده شده بود رو روی تناب تمیزی که مخصوص پهن کردن رشته بود پهن می‌کردن توی آفتاب تا در معرض آفتاب خشک بشن. خمیر رو روی تخته پهن کردم و آرد پاشی کردم و شروع کردم به برش زدن. چاقوی اولی که برداشته بودم یه خورده اذیتم میکرد، تصمیم گرفتم چاقو رو عوض کنم. اون یک چاقوی دوم خدا رو شکر خیلی خوب بود، تونستم رشته های بهتری درست بکنم. چون غروب بود و نمیتونم، یعنی شب شده بود در واقع و نمیتونستم توی حیاط برم پهنشون بکنم، زیر آبشکون بندی بستم و اونجا آویزونشون کردم تا خوش بشن. به دخترم قبل از اینکه غروب از سر کار بیان تماس گرفتم و گفتم که سر خیابون سبزی آش بخرم. 1 کیلو سبزی آش خریدم و سبزی رو من پاک کردم قبل از اینکه بخوابم و قرار بود که صبح بلند شم و سبزی رو شسته و آش رو مهیا بکنم. ساعت حدود 5 صبح 5:15 زلزله بسیار شدیدی ما رو از خواب بیدار کرد. به طرز وحشتناکی از جا پریدیم و مجبور شدیم که بریم توی کوچه و دیدیم تمام همسایه ها اومدن توی کوچه. شهر شلوغ شده بود. بعد از ساعتی ایستادن توی کوچه و یخ کردن دوباره برگشتیم به داخل خونه. اما همه اینها باعث نشد که من از درست کردن آش دست بردارم. همچنان ادامه دادم، آشم رو درست کردم، سبزیامو شستم، با اون رشته های خوشمزه که درست شده بود من آشم رو مهیا کردم. دوستی رو دعوت کردم، برای که دوستانم هم بردم. دخترم رشته رو خورده بود، میگفت مامان دیگه داره خودکفا میشه. آش همانند آبگوشت از اون دسته غذایی هستن که متخصصین تغذیه توصیه میکنن تا هفته حداقل 1 بار در وعده‌های غذایی گنجونده بشه، چون این دو غذا هر آنچه که بدن ما نیاز داره برای ما فراهم میکنند.